فارسی تایپ میکنم در نرم افزار ورد، اما اعدادم به صورت انگلیسی نوشته میشه. برای رفع این مشکل باید چه کاری انجام بدم؟ دوستان سلام. اگر دارید به صورت فارسی تایپ میکنید و اعدادتون به صورت انگلیسی هست، خیلی راحت میتونید با انتخاب یک گزینه اعداد رو به صورت فارسی در بیارید. برای این کار به منوی فایل میریم. گزینه آپشن رو انتخاب میکنیم. زبانه ادوانس و در قسمت شو داکیومنت کانتنت میایم در قسمت نامرلار این گزینه سیستم رو تغییر میدیم. اینجا ما دو تا گزینه میتونیم برای این کار انتخاب کنیم. یکیش گزینه هندی هست که اگر من هندی رو انتخاب کنم ببینیم به چه صورت در میاد. زبان اعداد من فارسی میشه و تغییر میکنه. اما یک مشکلی که پیش میاد اینه که من اگر بیام انگلیسی تایپ کنم و اعداد انگلیسی داشته باشم، اعداد من به صورت فارسی نوشته میشه. برای رفع این مشکل در این قسمت من باید بیام حتما گزینه کانتکست رو انتخاب کنیم. گزینه کانتکست باعث میشه اگر ما متنمون به صورت فارسی هست اعدادم فارسی نوشته بشه و اگر متنمون انگلیسی هست اعدادم به صورت انگلیسی نوشته بشه. الان میبینیم جاهایی که فارسی به صورت فارسی نوشته شده اعدادمون و جاهایی که من انگلیسی نوشتم اعداد به صورت انگلیسی نوشته شده. دوستان ممنونم که ویدیو رو لایک میکنید و کانال رو سابسکرایب میکنید که بتونید بقیه آموزش ها رو هم ببینید.